توفای ارزشمند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان شوهرسر بیزوال حکیم فردوسی شاهنامه به هر عائله شهر بوستان تقدیم می‌گردد. مراسم تقدیم شوهرسر با حضور نماینده کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر برگزار گردیده. گفته شد که این تشبوس از توجه خاصه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به فرهنگ، معنویات و هرچی بیشتر رو آوردن به خودشناسی می باشد. باعث خرسندی و سرفرازی ما اهل ساکنان شهر بوستان است که شاه اثر بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه با اقدامات نجیب و فرهنگ پرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از نو با یک صفت بلند به نشر رسیده امروز تقسیم آن در شهر بوستان آغاز گردید. مردم کشور از آغاز تطبیق این اقدام نیک سپاس و اظهار منتداری نموده ایستاده با یک افتخار بلند با سرفرازی کتاب شاهنامه را دسترس کرده ایستادند. با اطلاع مسئولین 13244 عائله در شهر بوستان از این تحفه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برخوردار می‌گردند. تقدیم شوهرسر حکیم فردوسی باعث خوشحالی و فرحمندی خرد و بزرگ گردیده. هر یک عائله با محبت خاصه آن را همچون گنجینه بی‌بها پذیرایی می‌کنند. اکنون شوهرسر ابوالقاسم فردوسی عبارت از 2 جلد کتابی روی میزی هر خانه‌دان می‌گردد. امروز ما خیلی شادیم که با اقدام نجیب پیشوای معظم ملت خب کتاب بیزوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی نشر شده به یکایک عائله‌های تاجیکستان تقدیم شده ایستاده است. خب ما جانبدار سیاسی خردمندانه پیشوای ملت بوده خب از آخرهای ماه سپتامبر در مؤسسه محفل شاهنامه خوانی را تأسیس دادیم و اون غایه‌ها، حکمت‌ها و پند و اندرزهایی که در شاهنامه فردوسی برای ما به میراث گذاشته است آنها را در محفل‌ها با شاگردان خود تلقین می‌کنیم. در شهر بوستان با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اشتراک فعالانه نمایندگان کسب و کار گوناگون تقسیم شاهنامه جریان دارد. با تاکید کارشناسان این تشبوس پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ضمیر خرد و بزرگ محبت به وطن، احساس خودشناسی، خودآگاهی ملی و افتخار از گذشته را دوچند می‌نماید. زیرا شوهرسر بیزوال حکیم فردوسی شاهنامه پر از غایه‌های وطن‌دوستی، قهرمانی و جانثاری، ارزگذاری به گذشته پر افتخار بوده در بلند گردیدن معنویات و تربیت نسل نورست نقشی ارزنده می‌گذارد. خواندن کتاب خودش این انسان را به خودشناسی آورده میرساند و ما از این اقدام خیلی خرسند هستیم. میخواهم که اما وقت وطن ما تنج باشد، آفتابی وقت همیشه در سر تاجیکستان عزیز ما درخشان باشد. خرسندی بخش است که طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2026 آزمون جمهوری شاهنامه خوانی برگزار می‌گردد. ساکنان شهر بوستان با مقصد اشتراک در این آزمون با نفوذ آمادگی می‌بینند. در مؤسسه تعلیمی کارهای آمادگی جریان دارد و آموزگاران خوانندگان را در این سمت راهنمایی می‌کنند. بناهای آباد گردد خراب، زباران و از تابش آفتاب، پیافکندم از نظم کاخ بلند، کی از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکنده ام. در زمانی امروز که افزای جهان پیشگویی نشونده باقی میماند، دوست داشتن وطن، افتخار از این سرزمین اجدادی و بلند براشتن حس وطندوستی مهمیت بیشتر پیدا نموده است. تقدیم شوهرسر بیزوال حکیم فردوسی شاهنامه تشبوس‌های نیک و دوربینانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بوده چراغ علم و عرفان را در دل خرد و بزرگ فروزان نگاه می‌دارد.